یک ابزار رایگان از مایکروسافت برای تشخیص و حذف برخی از بدافزارها و نرم افزارهای مخرب. نرم افزارهای مخربی شامل ویروس‌ها، تروژان‌ها و کرم‌ها. در ابتدا حتما وارد کانال تلگرامم شو و آخرین ورژن این نرم افزار رو دانلودش کن و روش کلیک کن و نیازی به نصب نداره و بخواید دفعه بعد هم استفاده کنید احتیاج نیست روی اون برنامه کلیک کنید. میتونید بیاید روی استارتون کلیک راست کنید و گزینه ران رو بزنید یا از قسمت سرچ ران رو سرچ کنید یا روی کیبوردتون ویندوز و آر رو فشار بدید و پنجره ران باز میشه. در این قسمت امارتی شما بنویسید و روی اوکی کلیک کنید تا ببینید که برنامه اینجا باز میشه. روی نکست کلیک کنید. برای بار اول پیشنهاد میکنم فول اسکن رو بزنید و روی نکست کلیک کنید. احتمال داره برای بار اول چند ساعت زمان ببره تا کل سیستمتون رو اسکن کنه. در ضمن یک نکته اینجا هستش که شما اگر از یک آنتی ویروس خوب دارید استفاده میکنید احتیاجی دیگه به این نرم افزار نیست، ولی اگر آنتی ویروسی روی سیستمتون ندارید